2022 رشد اقتصادی در آسیا به 4.8% میرسد. چنین پیشگویی را در فورم آسیایی BOA یا BAF گروهی از مؤلفان پژوهش نو با راهبری دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و سیاست جهانی اکادمی علمی جمعیتی چین ابراز نمود. در معروضه‌ای که تحت عنوان اقتصادی آینده‌دار و روند یکجاشوی در آسیا ذکر می‌گردد که صورت همگرایی اقتصادی در آسیا با وجود خسارات شدید پاندمی کووید 19 استوار باقی میماند. طبق گزارش سال 2022 در رشد اقتصادی آسیا یک چند عامل‌ها از جمله پاندمی، مشکلات قرضه و تامینات محصولات اشیاء خام تاثیر می‌رسانند. این ارزیابی تا کجا قابل پذیرش و نظر مطلق است؟ استحصالات و رشد نشان دهنده های اقتصادی کشورهای آسیا در دوام سال معین می‌کند. امروز کشورهای صنعتی آسیا موقع مهم را در اقتصادات جهانی کسب کردند. آنها با نشاندادهای خاصه به مانند سطح نسبتاً بلند مجموع محصولات داخله، رشد به میلان شکل‌های استحصالی محصولات صنعتی، ساختار اقتصادی صنعتی پیشرفته، استحصال محصولات صادراتی و امثال این صاحب این مقام شدند. در آسیا معجزه‌های فوق‌العاده اقتصادی کشورهای را پیشتاز کرده است که این فهرست را به عنوان خیلی معمول ببرهای آسیا نام میبرند که در بخش نوترین تکنولوژی و اطلاعاتی حتی از امریکا پیش گذشتند. سازمان ملل متحد اید به حجم افزایش رکوردی سودای جهانی در سال 2021 گزارش داد. بنا به ارزیابی این سازمان حجم تجارت جهانی در سال 2021 به سطح بلند رکوردی 28.5 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال 2020 25% و نسبت به سال 2019 13% زیاد است. در گزارش نو کنفرانس سازمان ملل متحد اید به تجارت و رشد که آغاز سال در ژنو نشر شد آمده است. در مجموع حجم سودای جهانی سال 2021 به حد رکوردی تقریباً 28.5 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال 2020 تقریباً 25% و افزایش تقریباً 13% در مقایسه با پیش از پاندمی در سال 2019 است. طبق پیشبینی یونگتاد در 3 ماه اول سال 2022 سرعت افزایش تجارت سست می شود. از این رو انتظار می رود که حجم تجارت به سطح 3 ماهه چهارم سال 2021 شبیه خواهد شد. تمایل مثبت در تجارت بین المللی به گفته کارشناسان سال گذشته اساساً از حساب افزایش نرخ مال، سبک کردن محدودیت‌های مربوط به پاندمی و احیای قوی طلبات به شرافت بسته‌های هوسمندکنی اقتصادی وابسته بود. سال روان یونگتاد بر این نظر است که یک قطار عامل‌های به تجارت جهانی به خصوص تورم در امریکا و نگرانی‌ها از وضع بخش اموال غیر منقول در چین تاثیر خواهند گذاشت. مؤلفان گزارش تاکید می‌کنند که پاندمی به فشار بی‌سابقه در زنجیره‌های تامینات آورده رسانیده است. مشکلات مادی و تکنیکی، نرسیدن نیم‌ناقل‌ها و بالاروی نرخ نیروی برق و نارسایی منبع تامینات و یکباره بالا رفتن ارزش حمل و نقل بهره مساعدت کردند، اظهار داشته است یونکر. در این ضمن گردش سودای خارجی تاجیکستان سال 2021 به 6.4 میلیارد دلار برابر گردیده است. صادرات در ساختار گردش سودای خارجی 33.8%، واردات 66.2% را تشکیل می‌دهد. بنا به اطلاع رسیده است کشور به مبلغ 215 میلیارد دلار محصولات صادر شده است که نسبت به سال 2020 52.8% بیشتر است. شروع از 1 ایون در امارات متحده عرب استفاده خلطه‌های پلاستیکی منع کرده می شود. اژنسی حفظ محیط زیست ابوظبی از 1 ایون استفاده خلطه‌های پلاستیکی را منع می کند. تدبیر مذکور از قسم سیاست مجموعی است که مقامات امارات متحده عرب در سال 2020 برای حفظ محیط زیست و مبارزه با تغییریابی اقلیم آغاز کرده بودند. با گفته اژنسی منع استفاده خلطه‌های پلاستیکی با مقصد کم کردن ضرر به سلامتی انسان و کاهش میزان پرتاب‌ها پیش بینی شده است. گفته می شود که تا ماه ایون مقامات ابوظبی برای شناس نمودن تمام ساکنان امارات
با قاعده‌های نوی معرکه مقیاساً وسیع انجام می‌دهند. دبیر کل اگنتی حفظ محیط زیست ابوظبی ذکر نموده است که این تشبث در همکاری زیچ با کارخانه‌های خصوصی که در معرکه‌های اگنتی فعالانه اشتراک می‌کنند عملی کرده می‌شود. علاوه بر این او تاکید نمود که مقامات ابوظبی امکانات شروع معرکه قبول شیشه‌های پلاستیکی را بر عوض مکافات پولی می‌آموزند. انتظار می‌رود که تا سال 2024 ساکنان امارات می‌توانند از استفاده پوره پیاله، طبق و ظرف‌های غذایی یک کرته دست بکشند. باید ذکر نمود که قبلا اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر داده بود استفاده خلطه‌های پلی‌اتیلن از جانب مقامات تاجیکستان نیز منع کرده می شود. در تاجیکستان با جای خلطه‌های پلی‌اتیلن می توانند خلطه‌های پختگین پست صفت استفاده شود. این پیشنهاد از سوی کمیته حفظ محیط زیست جمهوری بیان گردیده است. تاشکند از نمایشگاه بین المللی صنعتی ایناپروم آسیای مرکزی میزبانی کرد. در نمایشگاه و برنامه تجارتی بیش از 700 شرکت استحصالی و هیئت‌های تجارتی از ازبکستان، روسیه، تاجیکستان، بلاروس، مجارستان، فرانسه، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. در نمایشگاه ایناپروم آسیای مرکزی تاجیکستان را 28 کارخانه صنعتی نمایندگی نمود. ظرفیت و اقتدار صنعتی تاجیکستان را در نمایشگاه ایناپروم آسیای مرکزی کارخانه و شرکت‌های بزرگ و با نفوذ صنعتی با مانند تالکو، خواکسین سمنت، زرکون، فونیاغنوب، غله، روخام، اسرار سنگ، وحدت تکستایلز، جونتای دنغره، سینسیلو، صفت صناعت، اطلس خوجند، قالین‌های قیراقم، جمعیت سهامی کشاده گلستان، امیری، آبی زلال، سیوما، فسانک، جوانی، پیله تاجیک، لال، اکیاویستا، نورد آزیا متال، زرین سوخت و غیره معرفی نمودند. با زود به عمل آمدن حادثه‌های شدید اقلیمی به کشورهای جهان ضرورت فوری برای تطبیق دیگرگونسازی سبز وجود دارد و کشورهای آسیا به این دعوت عاجلی و مسئولیت شناسانه واکنش نشان می‌دهند. در این باره معلومات گزارش فروم آسیایی باو یا مختصر باف که در مضافات جنوبی خینان چین برگزار شد شهادت می‌دهد. خبرگزاری سینخوای جمهوری مردمی چین اطلاع می‌دهد که تا آخر سال 2021 25 کشور آسیا وعده دادند که با بی‌طرفی کربن نائل شوند. آمده است در گزارش سالانه باف رشد استوار آسیا و جهان با مقصد بهتر کردن اداره‌کنی سبز حکومت‌های آسیا تدبیرها اندیشیدند که از جمله تأسیس گروه‌ها یا کمیسی‌های راهبری کننده سطح بلند است که تهیه و تطبیق استراتژی‌های ملی پرتاب‌های خالص صفر را نظارت می‌کنند. اینچنین معین کردن هدف‌های دیکاربونیزاسیون، تهیه خریطه‌های راه برای نائل شدن به این مقصدها و به وجود آوردن سیستم‌های سودای کربن نوشته شده است. در این سند تحلیل‌ها دلیل بر آنند که نوابسته از پاندمی کووید 19 تقریباً 50% مبلغ‌گذاری جهانی اقلیم سال 2020 به آسیا راست می‌آید، در حالی که این آمار در اروپای غربی 17% و در ایالات متحده آمریکا و کانادا 13% را تشکیل داده است. علاوه بر این کشورهای آسیا سفرورکنی جهان را برای مبلغ‌گذاری سبز و استوار ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش منطقه آسیا و اقیانوس آرام با سهم 22.6% در سال 2021 در برابرش وامبرگ‌های سبز در جهان در جای دوم قرار گرفته است، در حالی که 39% وامبرگ‌های سبز معاملات شده در آسیا با یوان چینی نامبر شدند. در این گزارش گفته می شود که در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بازار نیروی بادی به وجود آمده است و جاری نمودن نیروگاه‌های نو فوتو الکتریکی در آسیا سال 2020 ادامه یافته است. علاوه بر این به گفته مؤلفان گزارش شرکت‌های آسیایی در مبارزه با تغییرات اقلیم شهرت پرست بودند. همین طریق 440 نفر آنها با تشبث هدف‌های علما اساس یافته
ҳамроҳ шуданд. ин корхонаҳо роҳҳои мухталифи пешбурди табдили сабз аз ҷумла гузаштан ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва сохтани сохторҳои идоракуниро барои мусоидат ба рушди устувор истифода карданд. 17 ва 18 июн шаҳри Хуҷанд аз ярмаркаи 8 байналмилалии савдо суғд 2022 мизбонӣ мекунад. таври агентии миллии иттилоъоти Тоҷикистон хабар иттилоъ медиҳад, дар муассисаи давлатии қасри варзишии шаҳри Хуҷанд ярмаркаи 8 байналмилалии савдо суғд 2022 гузаронида мешавад. ярмаркаи 8 байналмилалии савдо суғд 2022 бо мақсади дастгирии савдои байналмилалӣ, баландбардоштани нерӯи содиротӣ, ба роҳ мондани ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ миёни кишварҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ соли 8 аст ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ташкил карда мешавад.